سرخط خبرها دعوت به مکالمه واکنش سفیران غربی بر رویدادهای بدخشان تشکیل شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان و نگرانی ساکنان از وضع باغ و گلگشت‌ها در کولو. سلام بیننده‌های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 19 می است. سفیران چند کشور غربی در تاجیکستان رویدادهای 3 روز اخیر را در بدخشان درگیری خشونت‌آمیز داخلی نامیده از شدت گرفتن وضع و تلفات جانی در آن ابراز نگرانی عمیق کردند. نمایندگی اتحادیه اروپا و سفارت‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا و آمریکا در دوشنبه روز 18 می در اظهارات یکجایه از طرف‌ها خواستند برای پایین آوردن شدت وضع نیرو و غیرت خود را دریغ ندارند و تحمل پیشه کنند. اینچنین سفیران غربی از طرف‌ها خواستند از استفاده بی‌معیار قوه و دعوت به زورآوری دست کشند. مقامات تاجیکستان هنوز به این درخواست‌ها پاسخی ندادند. وضعیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان از 16 می به این طرف پیچیده است. ساکنان ناراضی در شهر خاروغ روز 16 می استعفای 2 منصبدار محلی، تحقیق عادلانه حادثه‌های ماه نوامبر و آزادی بازداشت شده‌ها را تقاضا کرده بعد آنکه پاسخ رد گرفتند به کوچه‌ها برآمدند. ضمناً وزارت کارهای خارجه روسیه نیز نگرانیش را از تشنج وضع در ولایت مختار کوهستان بدخشان بیان کرده است. ماریا زخارова سخنگوی این وزارت ضمن یک نشست مطبوعاتی خبر داده است که مقامات تاجیکستان وعده دادند که برای اعتدال وضعیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان چاره‌اندیشی می‌کنند. خبرگزاری ریا نووستی از قبل یک منبع اطلاع می‌دهد که کارمندان انتظامی تاجیکستان عملیات ویژه بی‌ضررگردانی جنگجویان مسلح در ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان را انجام دادند و در حال حاضر راه‌های روشن خاروغ و خاروغ قلمه باز شد. اظهارات رسمی مقامات تاجیکستان فعلا اعلام نشده است. بعد از نصف روزی دیروز 18 می وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در جریان عملیات و درگیری در ناحیه روشن ولایت بدخشان 1 افسر و 8 ساکن محلی کشته شدند. با اطلاع رسمی 13 افسر و 11 ساکن ناحیه زخمی شده بیش از 70 نفر دستگیر گردیدند. وزارت این نفران را اعضای گروه مسلح نامید. تصدیق درستی این اطلاع با سبب قطع بودن علاقه با ولایت مختار کوهستان بدخشان فعلا غیر امکان است. تا قطع شدن علاقه ساکنان محلی به رادیو آزادی گفتند هیچ گروه در روشن مسلح نبود و در این تیراندازی ها شهروندان آسایشته به هلاکت رسیدند. مرکز مطبوعاتی وزارت میگوید گروه های متشکل جنایت پیشه عبارت از 200 نفر با استفاده از تمام نمود سلاح در مرکز ناحیه روشن در 3 نقطه شاهراه دوشنبه خاروغ و راه کامینداتور سرحدی را بستند. شاهدان به رادیو آزادی گفتند گروه از ساکنان محلی اساساً جوانان تلاش کردند از حرکت ماشین‌های حربی به سمت خاروغ پیشگیری کنند ولی آنها مسلح نبودند. محمد ابراردینов ورزشکار تاجیک در مسابقه بین‌المللی بوکس به خاطر قهرمانی اتحاد شوروی گنرال ارتش سگادات نورماگامبетов که در شهر الماتای قزاقستان برگزار شد مدال نقره به دست آورد. مرزن تاجیک که در رقابت‌ها در وزن بیش از 92 کیلو به فینال راه یافت در قوه آزمایی نهایی از ورزشکار قزاق دامیر تویبای مغلوب شد و با مدال نقره سرفراز گشت. با اطلاع سامانه سپورتس کیزت در این مسابقه بیش از 180 ورزشکار از همه مناطق قزاقستان اینچنین از قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. ساکنان شهر کولاب از بی‌توجهی مقامات نسبت باغ و گلگشت‌ها در این شهر اظهار نگرانی می‌کنند. آنها میگویند جای گل‌ها را علف پیچیده گرفته است، اما در شهرداری میگویند تا حد امکان آنها را نگاهبین می‌کنند. گلگشت سفر امیرشویف در مرکز شهر کولاب. حالا اینجا در جای گل‌ها علف دمیده است. این مرد هم علف می‌درود. چند سال پیش اینجا گل می‌دمید. مقصد در بکوریمون میمیم یک خوب علف همگاه مولمونم میمیم. شهرداری خیلی میگه که مقصد
احتیاط کنین نه گلو را تازه کنین به خوش مقصد بیت درختو را تازه کنین. سال 2019 بخشیده به 30 سالگی استقلال تاجیکستان در کلاب 5 باغ و گلزار بنیاد شد. باغ و گلگشت را اداره‌های علاهیده با 10 میلیون سومانی بازسازی کردند. گلگشت سفر امیرشویف را کمیته انداز و مالیه، باغ خوتلان را شرکت راهی آهن، باغ سیدعلی ولیزاده را دانشگاه کلاب، حمدانی را شرکت تلکا و باغ اسماعیل سامانی را از بودجه شهر بازسازی کرده بودند. در نتیجه برخی اداره‌ها از شرکت‌های ساختمانی قرضدار ماندند. ساکنان میگویند آنها بیشتر به کارخانه‌های استحصالی نیاز دارند، نه باغ و چمنزارها. باغی که امروز ساختن نظارت قطعی می‌برد، همون آدمایی که نسبت به همین کار سر کار داشتن در سر وقت نگاه می‌کردن به این درجه نمی‌رسید. این به باغ ما چی تعلق ندارد، این یک چیزی چراگاه واری حساب می‌کنند. گلگشت سفر امیرشویف را سال 2019 مالیه و کمیته انداز بازسازی کرده بود. در تارنامه پرزیدنت تاجیکستان گفته شده است در گلگشت بیش از 600 درخت آرایشی و سایه‌افکن و بیش از 650,000 گل موسمی دائمی شنیده اند. نگاهبینی آن بر عهده اداره‌های بازسازی گذاشته شده بود. در ریاست مالیه منطقه کلاب گفتند این وظیفه را سال 2021 به حکومت شهر کلاب واگذار کرده اند. با گفته کارمندان مالیه دیگر نگاهبینی آن بر عهده شهرداری است. در سال 2021 وزیر در حکومت شهر کلاب در باغ خوتلان شهر کلاب قرار داریم. اینو نگاه کنید. این هم صدای تماشابین است که از بینی شکسته یک پرنده قصه میکند. در باغ حمدانی ساعت نصب شده بعد از یک هفته استفاده از کار ماند. این است اوحال گلگشتی که در ساختمانش 15 میلیون سومانی صرف شده است. و گفته ساکنان نبود نظارت از سوی شهرداری باغ‌ها و گلگشت‌ها را به این حد آورده رسانده است. پیشتر سوز بود، اول یک تازه بود، تازگی بود، دیگر تازگی را نگاه نمی‌کنند. اکنون بیشتری باغ‌ها در توازن شهرداری قرار دارد. در شهرداری گفتند که تا حد امکان آنها را نگاهبین میکنند. شهردار بختیار نظرزاده میخواهد باز یک گلگشت و قبولگاه مهمانان در درآمدگاه شهر با قیمت 3 میلیون سومانی بازسازی کند. این بازسازی ها در حال از سوی شهردار صورت میگیرد. پرزیدنت امامعلی رحمان در جلسه‌ای که ماه فوریه برگزار شده بود همه نمود ساختمان‌های زیادتی را در ختلان منع کرده بود. حدود 40 چهره با نفوذ سیاسی افغانستان در نشسته در منزل مارشال عبدالرشید دوستم در انقره پایتخت ترکیه در مورد تشکیل شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان صحبت کردند. یکی از شرکت کنندگان این نشست که نخواست نامش ذکر شود با صدای آمریکا گفته است که شرکت کنندگان از مقاومت مردم افغانستان در ولایت‌های پنجشیر و بغلان بر ضد طالبان حمایت کردند. یک منبع دیگر از شرکت کنندگان صحبت روز سه‌شنبه در منزل دوستم با صدای آمریکا گفته است که در پایان این نشست قطعنامه تصویب شده است که در آن از ایجاد نظام غیر متمرکز پارلمانی برای آینده افغانستان و پشتیبانی از جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود توافق صورت گرفته است. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خیرمان بخازاده تهیه کرده است که از مهمترین تحولات تاریخی خبر می‌دهد. 19 می سال 2019 در زندان واقع در شهر وحدت آشوب برخاست که در آن 32 نفر 3 زندانبان و 29 محبوس کشته شدند. مقامات گفتند این آشوب را پسر و جیانی بنام وزیر جنگ داعش گلمراد حلیموف تشکیل کردند، ولی تصدیق درستی این اتهام توسط منبع‌های مستقل امکان ندارد. سازمان‌های حامی حقوق از تاجیکستان تقاضا کردند که برای بهتر کردن شرایط زندانی‌ها و تأمین حقوق آنها اصلاحات برپا کنند. 19 می سال 2013 زید سعیدов بعد بازگشت از سفر اروپا در فرودگاه شهری دوشنبه بازداشت و بعداً به دادگاه کشیده شد. سابق وزیر صنعت تاجیکستان که 1 ماه بعد از اعلان عزمش برای تأسیس حزب سیاسی به نام تاجیکستانی نو بازداشت و با اتهام چون سوء استفاده از مقام، بسیارزنی و رشوه‌گیری به
29 سال زندان محکوم شد، اتهام خود را هیچگاه اعتراف نکرده آن را دارای انگیزه‌های سیاسی نامیده است. 19 می سال 1995 نخستین صحبت روبروی پرزیدنت امامعلی رحمان و رهبری نیروهای مخالفین تاجیک سید عبدالله نوری برگزار شد. این ملاقات در شهر کابل در حضور رئیس جمهور افغانستان برهان الدین ربانی و وزیر دفاع افغانستان احمد شاهی مسعود در قصر رئیس جمهوری افغانستان موسوم به گلخانه صورت گرفت. 2 سال بعدش در مسکو این دو رهبر سازشنامه صلح تاجیکان را امضا و به جنگ شهروندی تاجیکستان نقطه گذاشتند. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز 19 می چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، رسیدیم به انجام برنامه. تشکر که ما را همراهی کردید. خدا نگهبانتان.